پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند محبوب ترین عمل نزد خداوند این که بنده مؤمنش فرائضش رو درست سر وقت کامل با تمام شروطش کامل انجام بده. و بعد خداوند میفرمایند کم کم بنده من بعد از انجام فرائض با نوافل و مستحبات خودشو به من نزدیک میکنه تا اینکه اونو دوست بدارم، و اگر دوستش داشتم چشمش میشم که با اون چشم میبینه، گوشش میشم که با اون گوش میشنوه، دستش میشم که با اون دست داد و ستد میکنه میده و میگیره، پاش میشم که با اون پاش حرکت میکنه. سبحان الله. مسائل مستحب و دست کم نگیرید، نوافل، قبلیه ها، بعدیه ها. کم کم بنده من با انجام نوافل به من نزدیک میشه تا اینکه دوستش بدارم. وقتی دوستش داشتم چشمش میشم، گوشش میشم، دستش میشم، پاش میشم، حرکتش میشم، از همه طرف چه؟ حمایتش میکنم. دیگه نگاهات همه خدایی میشه، گوش دادنت همه خدایی میشه، دادن و گرفتنت خدایی میشه، حرکت پات همه خدایی میشه، به جای غیر خدایی نمیرید.